سلام بر شما بیننده های نهایت گرامی، هموطنان عزیز. من جاوید پیمانی هستم از برنامه جاوید پیمانی شو از شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان. امروز شنبه برنامه از ساعت 3 آغاز میشه تا 4 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. بیننده عزیز، اولتر از همه روز مادر که دیروز بوده، به تمام مادرای عزیز، مادرای قهرمان با افت شجاع افغان تبریک گفته و مادرای جهان، و خدا کنه که مادرای عزیز ما که در هر جایی که هستن یک روز خوشی را روز مادر سپری کرده باشن. تاپیک هفته ما البته من تاپیک ندارم، به خاطر که مهمان عزیز بسیار که واقعا یک چهره آشنا، یک ژورنالیست فعال، دایرکتور فعال و CEO تلویزیون خورشید که سمی جان مهدی است در روی خط. پیش از اینکه من روی خط بیارمشانه با ما با تماس هستن که شما آگاه هستین. ما همیشه باید از قدردانی کنیم از این شخصیت‌های چی از طبقه آقایان است، چی از اوناس هستن. اینا در کشور ما زحمت میکشن در حالت بسیار بده، حالتی که واقعا یعنی جانشان به خطر است، و اینا سینه خود سپر میسازن که صدا و واقعیت‌های درد ملت خود به گوش‌های جهانیان، به گوش جهانیان و به گوش‌های مردم برسانند از طریق شبکه‌های رسانه‌های خبری، تلویزیون‌ها یا رادیوها. واقعا من همیشه برای اینا احترام میگذارم. سمی جان مهدی هم چون یک شخصیت، یک ژورنالیست فعال است که ما برشان بسیار احترام میگذارم، از این خاطر که واقعا اینا در داخل کشور هستند و در پهلوی ملت خود قرار دارند و وظیفه دشوار را به عهده دارند و اجرا میکنن. ما سپاسگزاری میکنم از همه اینا. پیش از اینکه بریم با گفتگوی داشته باشیم با آقای مهدی، ما یک کلیپ داریم که از سمی جان هم چون که دایرکتور در کابل دیبیت مثلا اینا به اصطلاح برنامه را پیش می بردن، همچون از طریق CNN یک اوارد را برشان دادن که این ژورنالیست افغانی است که قابل افتخار هستند. نه تنها افتخار به خودشان است بلکه افتخار به ملت افغانستان است. و همچون برنامه داشتن، یک برنامه که شروع کرده بودن در کانال 1 که اینا مثلا اولین برنامه را که دایرکت میکردن و خودشان پرودوس میکردن، لیدرای مثلا پولیتیکال لیدرها را می آوردن، لایف آدینس داشتن که اینترویو میکردن که شما حتمی آگاه هستین و با چهرهشان، با کارنوایی هایشان آشنایی دارین. بیاین بریم با کلیپ جالب آقای مهدی تماشا بکنیم. با ما باشین، دوباره برمیگردیم. آقای مهدی روی خط داریم، باشون صحبت میکنیم. سامی مهدی در عرصه کار تلویزیون در افغانستان طرح نو در انداخته است و تبدیل به یکی از با اعتبارترین منابع خبر برای مردم شده است. در کشوری که زمان مردم تشنه دسترسی به خبر بودند، او در جریان کار خود تلاش‌های چشمگیر برای پایان دادن به خشونت در برابر زنان انجام داده است. حاکمیت طالبان تلویزیون را قدغن کرده بود، اما پس از سقوط آن رژیم افغانستان شاهد رشد چشمگیر رسانه‌ها بوده است. مهدی در سال 2009 رشته علوم سیاسی دانشگاه کابل را به پایان رساند. او در سال 2007 پا بر رسانه‌های تصویری گذاشت. او بحث برانگیزترین برنامه‌های تلویزیونی افغانستان را طرح و اجرا نموده است. مهدی برنامه تلویزیونی زیر نام نقاب ساخت. بانوانی که مورد انواع خشونت‌های خانوادگی قرار گرفتند در پشت نقاب سفید و آبی قرار می‌گیرند و قصه تلخ خود را حکایت می‌کنند. رنگ آبی نقاب نماد از چادری است و رنگ سفید نشانی از بیگناهی و پاکدامنی. با استفاده از نقاب مهدی تلاش می‌کند که فرهنگ خشونت را تغییر دهد. مهدی همچنان گرداننده مناظره کابل را بر دوش داشت، برنامه‌ای که مسائل مانند امنیت، انتخابات، بحران کابل بانک به مناظره گذاشته شد. در مناظره کابل هزار تالار و مردم برای نخستین بار رأی دادن به یک برنامه سیاسی تلویزیونی را تجربه کردند. مرکز بین المللی خبرنگاران در سال 2012 جایزه بین المللی نایت را به سامی مهدی به خاطر ساختن نقاب و مناظره کابل اهدا کرد. شما تمثیلتان و آهنگ را که میرین، او پس از 4 سال کار در تلویزیون یک، حالا CEO یا رئیس اجرایی تلویزیون خورشید است. تلویزیونی که به اساس آخرین ارزیابی که توسط مؤسسه التای صورت گرفته، یکی از 2 تلویزیون پربیننده افغانستان بوده و با سرعت چشمگیر به پیش روان است. ساوند داره، ما میشنویم.
سامی مهدی چالش های گام گذاشتن در مسیر آزادی بیان را درک می کند، اما او متحد به اطلاع رسانی به مردم است. Danger is always connected to our work and our life. We cannot underestimate it and we cannot ignore it. But in the same time, because of danger, we cannot stop our job. خب تماشاگر عزیز، این کارنوایی یا زحامت های آقای مهدی بوده که کلیپ تماشا کردین. حالا میریم آقای مهدی رو روی خط داریم، روی خط میاریم. اینا در لابلای صحبت های ما البته تصمیم دارن که کمک های از هموطنان عزیز ما که خارج از کشور هستن اگر بتونن کمک کنن به آسیب دیده های بدخشان که شما شاهد هستین در طول چند هفته پیش واقعا هموطنان عزیز ما در کنج کنار افغانستان اگر سیلاب است یا لغزش زمین است به شهادت میرسن و امروز نه آه صبح و شب دارن و تعدادم کمکاری میکنن. واقعا اینا جیبای خود پر میسازن و از حق ملت مظلوم میشه اینا در بقشان خیانت کردن خیانت میکنن. من بازم تشکر میکنم از آقای مهدی و همکارانشان و از هموطنان عزیز ما که در داخل کشور فعال هستند با احساس پاک به خاطر رضای پروردگار و حق حقوق ملتشان زحمت میکشن، از همه چیز میگذرن که واقعا برای خدمتگار ملت خود باشن. با ما باشین که آقای مهدی را روی خط داریم صحبت داشته باشیم. سامی جان مهدی، سلام بر شما، روی خط هستین. سلام خدمت شما جاوید جان پیمانی و سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان ما که بیرون از افغانستان هستند، بخصوص در ایالات متحده آمریکا، اروپا و سایر نقاط جهان صدای مرا میشنوند. صمیمانه و با اخلاص خدمتشان سلام و عرض ادب دارم. همچنان من هم روز جهانی مادر به مادر خودم و همه مادران تبریک میگم. تشکر آقای مهدی، من از شما سپاس میکنم و تشکر میکنم از کارنوایی های شما، زحمت های شما و فعالیت هایی که شما در داخل کشور. واقعا ما همیشه یاد کردیم در برنامه خود که کسایی که برنامه‌سازایی که ما از مرزهای افغانستان خارج هستیم یعنی اقدر وظیفه دشوار در به اصطلاح با وده نداریم. شماهایی هستین که سینیتان سپر ساختین در داخل کشور، در بین ملت مردمتان قرار دارین و صدا و پیغام‌های از اونا را درد ملتتان به گوش جهانیان میرسانین. ما باعث یک جوان افغان که سالهای سال است از کشور دور هستم سپاس و تشکر از شما میکنم. یک جهان ممنون از شما عزیزایی که به خدمت ملتتان قرار دارین. سلامت باشین جاوید جان، شما لطفتان بیش از حد زیاد است. من فکر میکنم که هر کدام از این برنامه‌ها را که شما پیشتر در گزارشتان یادآور شدین، کار شخصی تنها از من نبوده، کار انفرادی نبوده، کار یک تیم بسیار کلان و بسیار متعهد بوده که برنامه ها را موفق ساختن. ما تنها یک پرزه و یک جزی از اون ماشین بودیم که ماشین به حرکت انداختیم. کامرامن‌های عزیز ما، کسایی که در بخش لایت و نور پردازی کار کردن، کسایی که در بخش پرودیوس یا تولید برنامه کار کردن، کسایی که تحقیق و ریسرچ کردن، همه بخش تکنیک، همه از اونها نقش داشتن در موفقیت از این برنامه ها. شما بیشتر میدونید که کار تلویزیون کار یک فرد نیست، کار دست جمعی است. بله، افغانستان هنوز شرایط بسیار دشوار داره برای کار خبرنگاری. با تاسف ده ها تن از همکارا و خبرنگارای ما ظرف سالهای اخیر پس از سقوط رژیم طالبا کشته شدن. با تاسف توسط گروه های مختلف که بیشتر طالبا و شورشی ها مسئولیت کشتن و به خون نشاندن خانواده های از اونها را به دوش دارم. اما من فکر میکنم که ظرف 10-12 سال گذشته تغییرات بسیار گسترده در عرصه کار خبرنگاری به وجود آمده. تاریخ افغانستان هرگز شاهد چنین موج از آزادی بیان و فرصت برای بیان اندیشه ها نداشته که تازه تجربه میکنه. مشکلات هم در جریان کار ما وجود داشته که ناشی از کم تجربگی بوده، ناشی از عدم دسترسی به وسایل کافی بوده و عدم آگاهی کافی گاهی بوده. اما فضل خدا ما احساس میکنم که تجربه 12 ساله ما داره آهسته آهسته پخته میشه و آینده خیلی خوبی در انتظار ما است انشالله. انشالله. الحمدلله که شما به اصطلاح
به گفته امریکا پروف کردین. امی یک افتخار بزرگی است که شما جایزه‌ای که از طرف سینن گرفتین افتخار برای خودتان است و برای ملت افغانستان افتخار بخشیدین. با پوزش یک اصلاح میخوایم بکنم که دو تا اصلاح میخوایم بکنم. اولی که ما فعلا CEO تلویزیون خورشید نیستم. تقریبا مدت 2 ماه میشه که تلویزیون خورشید به خاطر آمدن به خاطر درس خواندن به ایالات متحده آمریکا ترک کردیم و فعلا مصروف فرا گرفتن دوره ماستریم در آمریکا هستم. و دومی که جایزه که شما بهش اشاره میکنین جایزه است که از طرف CNN داده نشده. CNN تنها یک گزارش در اون مورد ساخته بود. این جایزه از طرف مرکز بین‌المللی خبرنگاران داده شده که نام جایزه نایت است. مدام زمانم گفته بودم، حالا هم میگم، در آینده هم خود گفتم که این جایزه تنها متعلق به من نبود و تنها هدف این جایزه من نبودم، بلکه هدفی بود که تمام خبرنگاران افغانستان که در یک شرایط بسیار دشوار کار میکنن اونا را مورد ستایش قرار بدن و از دستاوردهای خبرنگاری افغانستان حمایت شود. جان، خب بازم افتخار هستین شما و تمام همکاران شما. آقای مهدی، از نگاه یک شکست نفسی کمتون میکنین، به نظر من بازم قابل قدر هستین شما. آقای مهدی، میریم به قراره که ما صحبتی که داشتیم که شما فعلا البته به جریان هستین این از ابتدای بدخشان در شهرک آرگو که شما کوشش دارین که هموطنان ما با تعداد از، اگر اشتباه نکنم، خارجی ها هم، چون که اگر بتونین کمک کنین یک مقدار پول به دست بیارین که کدام کلینیک یا شفاخانه میخواین عاجل بسازین در خود شهر آرگو، اگر من اشتباه نکنم. درست است؟ کاملا درست گفتین شما. از روز اول این حادثه بسیار دلخراش و نامیمونی که در ولسوالی ارگو در منطقه باریکاب اتفاق افتاد، شماری از خبرنگارا و فعالین جامعه مدنی تلاش کردند که کمک ها باید به ارگو رسانده شود. مرکز ژورنالیسم تحقیقی پایک که من عضویت از او را دارم، این مرکز هم تلاش کرد که کمک های خود را به منطقه باریکاب برسانه و تنها کارمندان مرکز خبرنگاری پایک در این عرصه فعال نبودند، بلکه خبرنگارای ما از سطح امریکا، از کانادا، از اروپا و جای مختلف دست به دست هم دادن و یک هدف مشترک داریم، ساختن یک مرکز صحی یا کلینیک در منطقه باریکاب. متاسفانه تا هنوز هیچ نوع خدمات صحی دائمی برای مردم در اون منطقه دشوارگذر وجود ندارد. ما تانستیم به کمک و همت هموطنان ما بخصوص در امریکا، اروپا و کانادا و استرالیا حدود $10,000 جمع آوری بکنیم. بله. اما به خاطر ساختن یک کلینیک به پول بیشتر نیاز داریم. کمک ها خیلی زیاد صورت گرفته به منطقه باریکاب ولسوالی ارگو، اما شما میدانید که کمک ها به شکل منظم صورت نگرفته و با یک هدف دراز مدت صورت نگرفته. بیشتر کمک ها روی رساندن آب، نان و به اصطلاح نیازهای اولیه تمرکز داشتند. حال فضل خدا از نیازهای اولیه مردم فارغ شدند. حال نیاز است که ما روی کمک های دوامدار مانند ساختن یک مرکز صحی که زنها، اطفال، پیرمردان و همه کسانی که زندگی میکنن، هموطنان ما شما که متاسفانه هیچ گاهی به خدمات صحی دسترسی نداشتن، برای اولین بار به یک کلینیک دائمی دسترسی پیدا بکنن. هدف اصلی امی کمپاین ما برای جمع‌آوری کمک ها همی است. بسیار خوب. اینال اگر شما تقاضای شما از هموطنان ما، از بینندگان ما چی است در این مورد؟ تقاضای ما است که به همین شکل که تا به حال بسیار با گشاده دستی و بسیار با همت بلند کمک کردن هموطنانشان در افغانستان، چی در بدخشان و چی در سایر مناطق آسیب دیده و سیلاب زده، با کمک خود لطفا ادامه بدن. شاید یک پول ناچیزی که در امریکا مثلا یک وقت رفتن به رستوران و یک چای و نان خوردن باشه، ولی در باریکاب میتونه زندگی یک انسان نجات بده. ممکن است یک امپول برای یک هموطن شما خریداری شود تا زندگی از نجات پیدا بکنه. ممکن است یک نسخه دوای از او خریداری شود. ممکن است یک امپل، یک لباس برای او خریداری شود. من میدانم فشار زندگی در امریکا و اروپا هم خیلی زیاد است بالای هموطنان ما، اما
اگر همت بلندشان به کار بندازن بار دیگه، من تقاضا میکنم که لطفاً ساختن این کلینیک کمک بکنن، این فند کمک بکنن تا ما بتونیم برای نخستین بار یک کلینیک دوامدار در منطقه ارگو داشته باشیم. اگر هموطنان ما علاقمند کمک هستند و میخواین که به هموطنان بسیار فقیر و کم بضاعت خودشان در بدخشان کمک بکنن، میتونن به صفحه فیسبوک ما برن و به صفحه فیسبوک سایر دوستای ما برن و لینک امو حساب بانکی که پیپل است او را ببینن و ظرف چند دقیقه میتونن کمک بکنن. خب هموطن عزیز، سمی جان مهدی شما که تماشا میکنین با ما هستند در برنامه بنده، اگر کسایی که واقعا میخوان کمک بکنن گفته از اینا ببینین. امروز ما میریم مثلا شبای کنسرت، دیشب کنسرت شب مادر بوده، پولایی که مصرف میکنیم در رستوران این بر اون بر میتونیم که به مردم بیچاره خود که حق واقعا مسلم از اونا هست، از خیرات سر از اوناست که ما در امریکا و اروپا هستیم. ایر بارها گفتیم امروز اونا به ما ضرورت دارن، به کمک های ما باید از حکم کت بکنیم. گفته امریکا از پول روزمره خود، از خرچ بیجای خود دل بسوزانیم. وظیفه ایمانی و وجدانی خود به مقابل اول خداوند، دوم ملت مظلوم بیچاره خود اجرا بکنیم. میتونین که در فیسبوک سمی جان مهدی برین، اگر میخواین کمک بکنین به امراش به تماس شوین. اگر کسی که با سمی جان مهدی مثلا فرند نیستن، ریکوست روان کنین، در فیسبوک شان اینباکس کنین، یا در فیسبوک های برنامه سازای دیگه که میتونیم ما به سمی جان مهدی پیغامتان بفرستیم، از چی بهتر. سمی جان عزیز، اگر زحمت نشه یک آهنگ زیبای پامیر زیبا، این آهنگ ما اولین بار شنیدیم که به حساب معلی خوانده شده، این آهنگ میشنیم با هم. باز دوباره چند سوال دیگه داریم، شما اگر با ما لطف کنین در روی پرده تلویزیون در روی خط باشین همراه ما. مهربانی در خدمت. قربانتان. دوست از آهنگ زیبا را که ما برای خدمتتون تقدیم میکنیم، پامیر زیبا، واقعا آهنگ دلچسب است. تقدیم میکنیم به آسیب‌دیدگان و قربانیان تمام افغانستان، بالخصوص در آرگو، بدخشان، جوزجان، در مناطق دیگه که انتحاری میشه. آهنگ بسیار زیباست که از کشور خود داد فریاد میزنه از زیبایی پامیر. با ما بشین آهنگ بیاین تماشا بکنیم، دوباره برمیگردیم. سرش پنج و تنش پنج و نفس چار، اوی برفتن می شودش پای دارد، ده پای دیگرش بر سریان دار، اوی ده پای دیگرش بر سریان داره. زینتی دنیاستی پامیری ما، زینتی دنیاستی پامیری ما، در جیان یک داستی پامیری ما.
هموطنان عزیز، شما که آگاه هستین، میمان برنامه امروز آقای سمیجان مهدی که از ژورنالیست های بسیار تاپ کشور ما، ژورنالیست های ورزیده کشور ماست که روی خط هستن، همراه ما صحبت دارند در مورد اسیب دیده‌های بدخشان. من افتخار میکنم که امروز حاضر شدن که میمان برنامه جاوید پیمانی شو باشن و میمان همچنین تلویزیون پیام افغان. آقای مهدی، سلام بر شما. سلام دوباره خدمت شما و خدمت هموطنان عزیز من. میخواستم در مورد واقعا ما مسئله احساس مردم بگوییم، احساس مردم افغانستان که در کمکشان از مناطق مختلف یا دهکده ها شهرک های مختلف کشور ما و شما که امروز به حساب یک وحدت ملی را نشان میده. می شما روشنی بیشتر پرتین در این مورد آقای مهدی؟ بله، با تاسف همیشه افغانستان به عنوان یک کشور که نفوسش خیلی پراکنده است و احساس با هم بودن و احساس وحدت گویا کمتر دارن معرفی شده و شاید هیچ زمان افغانستان این فرصت هم نداشته که مردمش از مناطق مختلف احساس همبستگی و همدیگر فهمی و وحدتشون انعکاس بدن. همین لغزش زمینی که در بدخشان اتفاق افتاد که بازم من میگم خیلی یک حادثه دلخراش و یک ماتم ملی واقعی بود برای همه ما شما. بله. اما از طرف دیگه میبینیم که مردم ما از دورترین نقاط افغانستان، از هلمند، از قندهار، ننگرهار، غزنی، هرات و پروان، بغلان، بلخ، همه ولایات افغانستان میبینیم که با یک احساس بسیار عمیق و با یک احساس بسیار نزدیک به هم دیگه کمک میکنن. کودک ها بر روی جاده ها میبرایند، صندوق میمونن و از مردم تقاضای کمک میکنن که به هموطنان ما، به کودکان و زنها و پیرمردان و در مجموع هموطنانی که در بدخشان دچار آسیب شدن کمک کنیم. این برای اولین بار بود. البته رسانه های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر و اینا هم خیلی نقش داشتن در نزدیک سازی مردم. این تجربه نوی است برای مردم افغانستان که هرگز ما نداشتیم، هیچ زمانی همچه یک تجربه را نداشتیم. همیشه یک احساس پراکندگی با تاسف بوده، اما همونطور که من گفتم برای اولین بار این به سطح بسیار گسترده انعکاس داده شد. پس از انتخابات که یک پیروزی دیگر مردم افغانستان بود، نفس اشتراک مردم، میلیون ها نفر، تقریبا 7 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردن و دنیا را متحیر ساختن با این شهامت و حماسی خود. این دومین حماسی بود که مردم افغانستان به پا کردن و آهسته آهسته در حالی که دید مردم در امریکا، در اروپا و اینا بطور بود که گویا افغانستان آماده پذیرش دموکراسی نیست، اما انتخابات و همین حادثه بدخشان ثابت ساخت که نه، مردم جز دموکراسی به هیچ گزینه دیگر تن نمیتن و این یک نشان امیدواری بزرگ است برای آینده. انشالله میخوایم سوال آخر از شما میکنم آقای مهدی. من به خدمت شما هستم. اگر شما با ما باشین از این چی بهتر میفهم که شاید وقت شما زیق باشه. برنامه من همیشه دروازش بروی همه هموطنان عزیز ما باز است و خصوصا اشخاص‌های شخصیت‌های مثل شما. شما فکر میکنین که آیا انتخابات به دور دوم خواهد رفت از نظر خود شما یا نخواهد رفت؟ من نمیتونم تحلیل بکنم چون در موقف تحلیل نیستم، اما من حیث یک خبرنگار رویدادها را تعقیب میکنم و ظاهرا آقای دکتر عبدالله ادعای پیروزی در دور اول داره و جناب دکتر اشرف غنی احمدزی میگن که نه، انتخابات به دور دوم میره و هر دو کمیسیون هم دیدگاهشون نزدیکتر با آقای اشرف غنی احمدزی در این رابطه خاص به نظر میرسه، چون رئیس کمیسیون انتخابات هم در روز اعلان نتایج ابتدایی انتخابات گفت که به احتمال بسیار قوی انتخابات به دور دوم کشانده خواهد شد. اگر چنین ما با تاریخ 7 جوزا مرحله دوم انتخابات را برگزار خواهیم کرد. انشالله خواهر چی باشه، خیر ملت ما باشه. فکر میکنید شما که دوباره ملت ما به مو شهامتی که بار اول به گفته شما که 7 میلیون هموطنان عزیز ما، چی از زن، چی از مرد، چی از شمال، چی از جنوب، بدون ترس حراس، با از اینکه تهدیدات زیادی از گروه‌های دشمنا برشون شده بوده، اینا با شجاعتانه رفتن در مثلا صندوق‌های رای
رای خود دادن. فکر میکنین مردم ها دوباره حاضر میشن که برن به صندوق های رای بتن؟ من فکر میکنم که تهدید چیز بیشتر از تهدید در دوره اول نیست. در سال 2009 ما یادم است در زمان در تلویزیون طلوع کار میکردم و گردانندگی روز انتخابات، برنامه روز انتخابات به دوش داشتم در کنار دیگه همکارم. در اون زمان هم طالب ها تهدید کرده بودن که هر کسی که به پای صندوق های رای بره ما انگشت دستش قطع میکنیم و اتفاقا با تاسف فراوان با خشونت فراوان این کار کردن طالب ها در زمان. در مرحله اول انتخابات هم تهدید به حد بسیار بالا بود و همگی پیش از انتخابات، حتی یک هفته پیش از انتخابات تصور همگی بود که در روز انتخابات انفجار و انتحار خیلی زیاد خواهد بود در گوشه و کنار افغانستان و مردم جرأت از این نخواهد کردن که به پای صندوق های رای برن. اما ما دیدیم که هزاران تن به پشت مراکز رایدهی صف کشیدن و به اصطلاح مرگ به جان خریدن و گفتن که ما اراده خود میخوایم تبارز بکنیم و آینده مملکت خود ما را خودمون میخوایم رقم بزنیم. و یک تحول بسیار گسترده و یک تحول بسیار عمیق تاریخی است در جامعه افغانستان که مردم استاد میشن میگن که ما خود ما سرنوشت خود رقم میزنیم ولو که شما ما رو با انتحار یا انفجار هر چیزی تهدید بکنید. با توجه به این شهامت مردم تصور میشه که در دور دوم هم اشتراک مردم در انتخابات بسیار گسترده باشه. اما یک نکته هست که انتخابات شورای ولایتی همزمان برگزار شد با انتخابات ریاست جمهوری. هر چقدر تعداد کاندیداها، نامزدها بیشتر باشه اما قدر مردم انگیزه بیشتر دارن برای رأی دادن، چون هر کدام از این نامزدها با افراد و گروه های مشخص اجتماعی تعلق دارن و با اونا رابطه دارن و اونا تحریک میشن برای اینکه رأی بدن. احتمال داره که در این مرحله تعداد اشتراک کننده ها کمتر از مرحله اول باشه، اما یک مسئله کاملا طبیعی در کل دنیا هم به این شکل اتفاق میفته. بله آقای مهدی، چیزی که از نظر شما میخوایم، اگر احساس شما که در داخل کشور هستین و امرای مردمتان هستین، من این نظر خودم است، گرچه که یکی از هموطنان عزیز ما خانم بسیار عزیزی که شما با از این هموطن ما آشنایی دارین، ما نمیخوایم که لازم بینم در پرده تلویزیون از اروپا صحبت کردیم و دیروز هم امراش همشیریشان صحبت داشتم که ما در آینده از اینا قدردانی میکنم. واقعا فعال هستن، باعث خانم افغان اینا سمبل وحدت ما هستن، اینا واقعا در خارج از کشور از عزیزا از افغان هموطنای ما هستن که قابل افتخار همه ملت افغانستان هستن. چیزی که ما میخواستم بگویم در لابلای صحبت ما، تعداد از جوانای افغان ما در امریکا و اروپا احساس افغانیت خود دست دادن، اینا هستن، نه عشق دارن، نه کدام کمپشن، نه پشن، هیچ چیز براشان نمانده برای ملت مردمشان. شما از این سوال از خاطر کردم که شما در داخل کشورتان قرار دارین با مردم ملتتان و افتخار افغانستان هستین و ملت افغانستان با شما هستن که بیرق افغانستان با قهرمانای افغانستان بلند نگاه کردین که ما امروز خود افغان میگیم. پیغام شما بر افغانای ما، بر تعداد عمده‌ای که در اروپا امریکا امروز در مناطق مثلا شهر آلند و سویدن اینا بخیه حتی فامیل است که نام خود چنج کردن افغان نمیگن، یک پیغام کوتاهتان هم میخوایم بفرستین باعث یک افغان واقعی؟ ما خدمتتان بگیم که پیام به همه هموطنان ما که سالهاست از میهن عزیزشان دور هستن این است که افغانستان اونقدر وضعش خراب نیست که در رسانه ها به نمایش گذاشته میشه. چیزی که هر روز شما در رسانه ها میشنوین این افغانستان در اون مرحله نیست. افغانستان امروز با افغانستان 13 سال پیش قطعا قابل مقایسه نیست. تعداد شهرک ها، تعداد بلند منزل ها، تعداد جاده هایی که امروز کابل داره در تاریخ افغانستان وجود نداشته. در آرامترین مرحله تاریخ افغانستان که قبل از کودتای 7 ثور بود یا دوره ظاهرشاه بود، حتی در اون مرحله هم شما امی میزان آبادی و شگوفایی اقتصاد در افغانستان ندیده بودین و سراغ نداشتین. افغانستان امروز 10 میلیون کودک داره که به مکتب میرن. 10 میلیون کودک. 13 سال پیش ما یک مکتب دخترانه هم در تمام نقاط تحت کنترل رژیم طالبا نداشتیم. امروز 4 میلیون دختر به مکتب میرن. هزاران، صدها هزار جوان دیگه
وارد دانشگاه ها شدن و از دانشگاه ها فارغ شدن، امروز مصروف کار هستند. من فکر میکنم که بزرگترین مشکل کشور ما در گذشته سواد بوده، بیسوادی بوده و عدم دسترسی به آموزش و پرورش بوده. امروز اگر 10 میلیون کودک به مکتب میره، به این معناست که این 10 میلیون کودک چند سال پس رهبری این مملکت به دست میگیرن و شما هرگز جامعه تان 10 سال پس با جامعه 20 سال پیش مقایسه کردن نمیتونیم. مردم افغانستان امانهایی نیستند که رژیم طالبان از خود به میراث گذاشته بودند. دیگر مردم افغانستان مردم سرکوب شده و ظلم پذیر و ستم پذیر نیستند. مردم افغانستان در 12 سال گذشته فرصت بیان افکار و اندیشه های خود را پیدا کردند. فرصت زیر پیدا کردن که برای اولین بار مقامات دولتی را یخنش بگیرن و بگوین که باید به ما حساب بدین. حال این که مقامات دولتی تا چه حد حساب دادن یا ندادن بحث جداست، اما این فرصت برای اولین بار برای مردم افغانستان دست داده تاریخ ما. من پیشنهاد ما است، پیشنهاد بسیار خاضعانه و کوچک ما است که آنهایی که تصور بسیار منفی در مورد وطنشان دارن لطف کنن یک بار برن به کابل، یک بار برن به هرات، یک بار برن به جلال آباد، یک بار برن به بلخ تا ببینن که چقدر تغییرات آمده و او جوانهایی که در افغانستان زندگی میکنن، او کودکایی که امروز به مکتب میرن چقدر امیدوارتر هستند با آینده و زندگی خود. آقای مهدی جهان سپاس، خوشحال هستم که در برنامه ما میمان برنامه بودن تا لحظه برنامه. انشالله که در آینده امید داریم که شما بیاین در پرده تلویزیون در برنامه ما طور زنده امرای برنامه را اجرا بکنین. واقعا سپاس از معلوماتتان، از دلسوزیتان و احساستان درباره ملت ما که شما امروز اظهار کردین و بیننده از برنامه جاوید پیمانی شو و همچنین تلویزیون پیام افغان. یک جان از سپاس از وقتتان، موفق باشین. انشالله امرایتان به تماس می باشیم. خداوند حافظ نگهدار. تشکر از برنامه جاوید پیمانی شو. خواهش میکنم. از شما جاوید جان، تشکر از تلویزیون صدای افغان و با سلام دوباره و خداحافظی با همه هموطنان عزیزم. خیلی تشکر. خدا حافظ نگهدارتان. تشکر جان. خدا امرایتان. هموطنان عزیز، گفتگوی کوتاه را با آقای سمی مهدی، یکی از ژورنالیست‌های تاپ فعال افغانستان داشتیم که شما شنیدین که مقصد مرامشان از کمک به رسیده‌های بدخشان بوده و همچنین سوال آخر به خاطر که با هموطنایی که از اروپا و آمریکا صحبت می‌داریم. واقعا ما ایره بسیار دردآور است که افغانایی داریم قابل قدر هستند، شکر تعداد زیاده، یک تعداد محدودی که امروز حتی در اروپا اسم فامیل خود تغییر دادن، خود افغان نمیگن و دخترها و بچهای جوان ما در راههای بسیار خراب راهی هستند. از من خواهش کردن که در مورد روشنی پرتم صحبت بکنم. ما کوشش بکنیم افغانیت خود حفظ بکنیم، اول کوشش بکنیم انسانیت خود، افغانیت خود، مسلمانی خود و ما افتخار بکنیم برای کشور خود، برای تاریخ خود، برای هویت خود، برای ملت خود. امروز ملت افغانستان به مو خاطر دچار بدبختی ها است. دشمنان از هر طرف حمله میکنند به خاطر یک ملت با شهامت هستند و ملت بسیار ورزیده، روشن فکر و همچنین مردم ما بسیار با استعداد هستند. میتونن که اگر دنیا امروز یا همسایه‌های ما از این فیر یا ترس دارن که روز نشه که افغانستان کنترل کنه اینا را و مترام است. بیاین ما شما دوباره فکر سر خود به گریبان خود پرتیم. کسایی که در اروپا آمریکا هستیم خود گم نکنیم، اصلیت خود بشناسیم، خود بشناسیم. این یک پیغام برادرانه است و ما افتخار بکنیم. گفته آقای مهدی جوانای ما کوشش بکنن مثل که همسایه‌های ما بار یک بار دوباره سال میرن در کشور خود. شما برین اول پرسی و ملت بکنین، کشورتان ببینین، از تاریختان بفهمین، خود بشناسین کی هستین. تا از برنامه که با ما بودین جان سپاس. آهنگی از ویجان قاسمی را داریم که سرود بلخ میشنیم. دوباره با ما باشین، برمیگردیم.
میدمد از آسمان بلخ، بوی بهشت میوزد از بوستان بلخ. مردان نام آور و جاوید روزگار، بالیدن یک سر از آستان بلخ. آرامگاه رابعه و خانه شهید، شهر جلال الدین نفس عاشقانه بلخ. تصویر جاودانه فخر و جلال ماست، تصویر جاودانه فخر و جلال ماست. هر ذره ذره خاک تقدس نشانه بر جاریست تا همیشه تاریخ مثل نور، آهنگ آفتابی عشق از دهان بلخ. خورشید عشق میدمد از آسمان بلخ، بوی بهشت میوزد از بوستان بلخ. ای بلخ ما بلخ ما بلخ پرشکوه، ای بلخ ما بلخ ما بلخ پرشکوه. افتاده از پیکر مولای رستگان، افتاده از پیکر مولای رستگان. خورشید بار در بغل مهربان بلخ، خورشید بار در بغل مهربان بلخ. هر کوچه‌اش بسارد آن کوچه شاعره، هر خانش نشانه ای از عارفان بلخ، هر خانش نشانه ای از عارفان بلخ. امید روزگار بود زندگانی، تاریخ را شکوه دهد رفتگان بلخ. در دست ما فتاده کنون این همه شکر، یا رب مباد تار شود آرمان بلخ. تصویر جاودانه فخر و جلال ماست، تصویر جاودانه فخر و جلال ماست. هر ذره ذره خاک تقدس نشانه بر یا رب. دور گرد فراموشی و سکوت، رخشنده باد صورت آیین سانه بلخ. خورشید عشق میدمد از آسمان بلخ، بوی بهشت میوزد از بوستان بلخ. ای بلخ ما بلخ ما بلخ پرشکوه، ای بلخ ما بلخ ما بلخ پرشکوه. خب هموطنان عزیز، پیش با آهنگ بعدی بریم. آهنگ دل آقا جان سرور زنده باد افغانستان بسیار زیبا اجرا کردن. این آهنگ باز امیر تکرار میکنم، بیننده عزیز، ما کوشش بکنیم که مصدر خدمت برای ملت مردم خود شویم، خصوصا جوانا، به خاطر که نیرو از جوان است، آینده کشور به دست جوان است. جنریشنی که امروز ما شما می‌بینیم آیسته آیسته میرن، جنریشن آینده میآید و این جوان است که روز به روز اگر طفل می باشه 1 ساله، مثلا 10 ساله 12 ساله میشه، بعد از دسته نمیرسه که انسان وقتی که اگر کوشش میکنه یک چوکی و یک قدرتی را میگیره، مثلا در دولت افغانستان باشه، در مقامی که باشه خدمت آدم باید بکنه برای مردم خود. از اون نگاست که تعداد هموطنان ما میفهمم آیسته آیسته اسپاتلایت زیاد خوش دارن، این و آن زیاد خوش دارن، اصلا فکر خود طرف ملت مردم خود بگیریم. درست است که ما امروز زندگی به اصطلاح پرسونال لایف خود داریم، زندگی خود ما هست،
این فرض عین از سر ما که باید زندگی خود انسان باید پیش بره، مگر وظیفه ایمانی وجدانی ما داریم که به مقابل خداوند و ملت مردم ماست که فراموش نکنیم. دوستان عزیز، آهنگ دل آقا جان سرور داریم، بیاین آهنگ زیبا را با هم گوش بدیم، دوباره برمیگردیم، با ما باشین. دست به دشانه به شانه با سرود عاشقانه، با ترنم با ترانه، با نوای صادقانه، با زبان حق بگویم زنده باد افغانستانه. دست به دشانه به شانه با سرود عاشقانه، با ترنم با ترانه، با نوای صادقانه، با زبان حق بگویم زنده باد افغانستانه. با زبان حق بگویم زنده باد افغانستانه. فصل بهارت مشک خوتن میزند، بر دامن کوثرت لاله چمن میزند، بر دامن کوثرت لاله چمن میزند. ای وطن عشقت سروده عاشقان و عارفان، بلبل آواره پر به گلشن میزند، بلبل آواره پر به گلشن میزند. دست به دشانه به شانه با سرود. بیننده عزیز، آهنگ بعدی را از بایجان صابری است، آهنگ مادر برتان انتخاب کردیم. این را تقدیم میکنیم با مادرای عزیز و به اصطلاح زجر دیده افغان، که واقعا زجری که ستمی که مادر افغان یا خانمای افغان دیده، زن افغان، من فکر میکنم در تاریخ جهان کسی شاید ندیده باشه اگر اشتباه نکنم. و امروز افتخار میکنیم به همه مادرای افغان، خصوصا کسانی که در کشور ما ببینید که امروز چقدر اینا با صبرانه زندگی میکنن، صبر و تحمل میکنن، رنج، بدبختی، ظلم، ستم، قربانی، هر چیز اینا تحمل میکنن. واقعا اینا جای افتخار هستن. و زنده باد ملت افغانستان، زنده باد مجاهدین افغانستان، زنده باد ملت مجاهد پرور افغانستان، زنده باد مادرای قهرمان افغانستان که مت اولادای و فرزندای قهرمان در جامعه خود میارن، که اینا امروز از کشور خود دفاع میکنن. چیز از طبقه اوناس است، چی از طبقه آقایان است، چی از شمال است، چی از جنوب است، چی از شرق است، چی از غرب است. این آهنگ
ددیکیت میکنیم، تقدیم با مادر عزیز میکنیم و با مادر عزیز خودم همچنین یک شعر به یادم آمد که ربایی یا شعر کوتاه است که میگه مادرم بر مرگ بی تابوت فرزندت منال، مادرم بر مرگ بی تابوت فرزندت منال، باش یک دم روز تجلیل شهیدان میرسد. با ما باشید، یا آهنگ زیبا را میشنیم، دوباره برمیگردیم. دو موجود هستی گرامی تر است، دو موجود هستی گرامی تر است، یکی میهن و دیگرش مادر است، یکی میهن و گرش مادر است، و شام غریب و قسم و صبح یتیم و قسم، دو موجود هستی گرامی تر است، یکی میهن و گرش مادر است. ستایش کنم زن که او مادر است، ستایش کنم زن که او مادر است، که مادر سزار زیب و فر است، که مادر سزار زیب و فر است، و شام غریب و قسم و صبح یتیم و قسم، دو موجود هستی گرامی تر است، یکی میهن و دیگرش مادر است. تو ای مادر من، تو ای میهن من، شود خواب در آغوشت ای سرور من، شود خواب در آغوشت ای سرور من، و شام غریب و قسم و صبح یتیم و قسم، دو موجود هستی گرامی. خب بیننده عزیز، مادر عزیز، البته انشالله که از آهنگ زیبا با آواز ویجان صابری لذت برده باشین. تقدیم شما مادر عزیز بوده.
ما میخوایم که پیش از که با آهنگ بعدی که بعد وقت ما به تمام آخر میرسه، آهنگ پشتوس از شفیق جان مرید است، یا آهنگ تقدیم خواره و برادرای ما که در لباس عسکری واقعا سینی خود سپر ساختن، دفاع میکنن از کشور ما، از ملت ما. با ما باشین، آهنگ میشنویم، بعدا میایم با شما خداحافظی میکنیم. زان و روح مینو ایمانا گلالای افغانستانا، زان و روح مینو ایمانا گلالای افغانستانا، سرمستا مال میں دستا دے غیرت دے توری کانا، سرمستا مال میں دستا دے غیرت دے توری کانا، زان و روح مینو ایمانا گلالای افغانستانا. چاچ بتا تکتلے دہغو سترگے وتلے، چاچ بتا تکتلے دہغو سترگے وتلے، ستاد نانگا غیرت چغا، ستاد نانگا غیرت چغا، رسیدل تیرا آسمانا، زان و روح مینو ایمانا گلالای افغانستان، سر میں سامال میں دستا دے غیرت دے توری کانا، زان و روح مینو ایمانا گلالای افغانستانا. بیننده عزیزی که تا لحظه برنامه ما را همراهی کردین، جهان سپاس. همچون در شروع برنامه از بگویم 20 دقیقه یک نیم ساعت مهمان داشتیم، آقای سمی مهدی، یکی از ژورنالیست‌ها و همچون دایرکتر بسیار فوق‌العاده فعال از داخل کشور ما که اینا زحمت میکشن، همیشه فعال بودن، میهمان برنامه بودن. شما میفهمید تعدادی که برنامه رو مثل که ندیدین، میتونین تکراریش ساعت 7:30 صبح میتونین به اصطلاح ببینین یا تماشا بکنین. همچون جهان سپاس از هموطنان ما که همیشه از قدردانی میکنن. ما باور کنین که هر هفته که میگذره تعداد از هموطنان ما از هر کنج و کناری که برنامه ما رو میبینن و مرا قدردانی میکنن. من ممنون شما عزیز هستم، خدمتگار تمام شما و ملت مظلوم افغانستان هستم. ای کاش بتونم که بیشتر تا توان قدرت داشته باشم خدمت مردم خدا بکنم. بازم دربار خداوند بزرگ است، انشالله که اگر رضای پروردگار باشه. وعده آدم نمیده، به خاطر که وعده دادن کار غلط است. امروز چیزی رو که میخوایم تعداد هموطنان ما تا در قول و وفای خود، مثلا میگن که تلفن میکنم یا یک وعده میتن بر قول و وفای خود وفا نمیکنن. از او خاطر من کوشش میکنم باعث یک انسان اگر بتونم که به حساب انسانیت خدا و حفظ داشته باشم و اگر به حساب قول است، وعده است، وفاست، به خاطر که ما باید از مرد وظیفه خدا انجام بده. خانم ها همچون وظیفه خدا. تعداد است که امروز ما گم شدیم، لاس شدیم در این سوسایتی، نه در قول خدا هستیم نه در وفای خود. اصلا برای پیش ما کسی که مثلا دوست باشه یا نباشه که وعده بده که ما برای تلفن میکنم یا کار میکنم نکنن، او یک لو کلاسی انسان است، خود شخصیت انسان پایان میاره. من واقعا براتون میگم کوشش کنین که یک ذره متوجه کارهای باشین که سبب آزردگی دوست یا مردم نشه و ایرام دوستا زیاد بس میکنن که مردم در وعده خود وفا نمیکنن. خب تا این لحظه برنامه با ما بودین. تشکر هموطنان عزیز. تا هفته آینده که دوشنبه از حادثه برنامه ما آغاز میشه، خداوند همراه شما باشه. خداوند حافظ نگهدار شما. شب بخیر.